اصلا نیازی نیست ما چیزی رو به بچه‌مون دیکته کنیم. تربیت باید در بستر زندگی باشه. یه پژوهشی انجام دادن بین دختران 11 تا 13 سال. به این دخترها آموزش دادن که چطوری در مقابل تعرض از خودشون محافظت کنن. یه چیزی بین هولوش 1 روز تا 1 هفته تقریبا این آموزش ها طول کشیده. یعنی توی بازده خیلی کوتاه اومدن یه آموزشی رو به بچه ها دادن. بعد اومدن بعد چند هفته بچه ها رو آگاهانه در معرض این خطر قرار دادن. میخواستم ببینن بچه ها میتونن این خطر رو تشخیص بدن، ولی متاسفانه بالای 70% از بچه ها نتونستن این خطر رو تشخیص بدن با اینکه قبلش آموزش دیده بودن. این یعنی چی؟ یعنی باید آموزش در بستر زندگی باشه. یعنی باید زندگیش کنی. نمیتونی آموزش رو از زندگی جدا کنی. بعد پژوهشگرا گفتن به جای اینکه یه روز 2 ساعت بشینی برای بچه‌ت نصیحت بکنی، آموزش بدی، اینو آروم آروم در بستر زندگی توی اتفاقات صحبت کن برای بچه‌ت. کوتاه صحبت کن. بچه‌ها وقتی در معرض قرار میگیرن آموزش میبینن، نه اینکه هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده ما بشینیم 2 ساعت بچه‌هامون رو به اصطلاح خودمون نصیحت کنیم و آموزش ببینیم. آموزش در بستر زندگی.